سلام خدمت همه دوستان عزیز. امروز اومدم که ملودی و ریتم سلطان قلب ها رو بهتون آموزش بدم. امیدوارم که نهایت لذت رو ببریم. بریم که ما از نوت لا شروع میشه و در فرت هفتم گیتار لا هستش. خب قدم به قدم میریم که یاد بگیریم. اولش هست لا سی دو می فا. خب ما از لا سی دو می، لا سی دو می. خب در قسمت دوم میشه فا می که اینطوری میشه. از اول میزنیم لا سی دو می فا می یه بار دیگه لا سی دو می فا می. خب این تیکه رو قشنگ چند بار اجرا کنید تا مسلط بشین. بعد بیاین سراغ تیکه سوم قطعه. میشه فا می، قطعه سوم. فا می ره می ره که اینطوری میشه فا می ره می ره. دوباره فا می ره می ره. دوباره فا می ره می ره. خب از اول دوباره با هم دیگه اجرا میکنیم. لا سی دو می فا می ره می ره. خب تیکه بعدیش میره دو که اینطوری میشه میره دو میره دو میره دو. ادامش ره دو دوباره اجرا کنید ره دو میره دو و تیکه پنجم از سی لا سول دیز لا سی لا سول دیز لا سی لا سول دیز لا سی. از اول با هم دیگه اجرا میکنیم لا سی دو می فا می ره می ره دو دو سی لا سول دیز لا سی. این تیکه اول قطعه بود که پس از یادگیری باید یک بار دیگه هم اجراش کنید. من از اول دوباره اجرا میکنم. این تیکه اول میریم سراغ تیکه دوم سلطان قلبم که از سیم اول فرت پنجم لا سول فا می فا
لا سول فا می فا، لا سول فا می فا، می ره فا می ره فا، لا سول فا می فا، می ره فا می ره فا، سول فا می ره دو می ره دو می فا می ره دو. پس شد سول لا سول فا می فا می ره فا می ره فا، فا می ره فا، سول فا می ره دو می ره دو می. می می دو سی لا، می دو سی یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه. خب آکورداش یک لا مینوره، ره مینور و انگاری لا ماژور 7 که اگر آکوردهای 7 رو یاد ندارید میتونید لا ماژور بگیرید و اما اگر آکوردهای 7 یاد دارید لا ماژور 7 و یه تیکش هم می مینور داره و فا ماژور. بریم با هم دیگه اجرا کنیم. یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه، یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم بی تو چه کنم، پیش عشق ای زیبا زیبا، خیلی کوچیکه دنیا دنیا، با یاد توام هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، دروازه های دلم رو شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. من رو دنبال کنید تا از آموزش های بعدی هرچه زودتر با خبر بشید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید. دوستتون دارم. خداحافظ.